بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مآب استاد سرور دانش، معاون مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس کمیته ملی احصایه افغانستان، جناب سروش صاحب معین مسلکی وزارت اقتصاد، ماهد صاحب معاون احصایه اداره ملی احصایه و معلومات، همکارای حاضر در مجلس، همکارای مازرسانه ها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح همه بخیر. همه شما را به مجلس یا محفل تجلیل از روز جهانی احصایه خوش آمدید و خیر مقدم میگم. روز جهانی احصایه سابقش بسیار طویل نیست. برای اولین بار روز جهانی احصایه در سال 2010 در 20 اکتبر برای اولین بار من حیث یک روز بین المللی شناخته و تجلیل شد از جانب ملل متحد. دومین روز احصایه در 20 اکتبر سال 2015 و سومینش که 20 اکتبر سال 2020 است که ما و شما امروز در او قرار داریم و روز احصایه را با جلالت مآب جناب معاون صاحب، حاضرین در مجلس، متخصصین، خانواده اکادمیک احصایه و سایر هموطنان ما تبریک عرض میکنم. در مورد روز احصایه ما روزهای قبل با یک وبسایت رسمی که به خاطر روز احصایه 20 اکتبر سال 2020 از جانب ملل متحد ساخته شده بود مراجعه کردم. پیام‌های دو شخص مهم ملل متحد که پیام سرمنشی ملل متحد است و پیام رئیس بخش احصایه ملل متحد است به شکل ویدیویی نشر شده بود. ما به این مراجعه کردم. میخوایم که پوینت های مهمش که اینا گفتن امروز شما شریک بکنم. طبعا در مورد اهمیت احصایه هر قدر که صحبت بکنیم کم است و همه حاضرین در مجلس بیشتر و خوبتر میفهمند اهمیت احصایه را. چند نکته مهمه که رئیس بخش احصایه ملل متحد در مورد احصایه گفته میخوایم که امروز شما شریک کنم. اونا میگن که امروز روز است که احصایه با دیگر جامعه معلوماتی مانند معلومات جغرافیایی یا جیوسپیشال دیتا، بیگ دیتا یا ارقام بزرگ و با بخش‌های دیگر احصایوی و معلوماتی باید وصل شود. یعنی ما در قرن 21 و در آخرین تجلیل از روز احصایه به این نتیجه می رسیم که معلومات احصایوی به تنهایی خود به مراتب بهتر حاصل میته اگر با استفاده از معلومات جغرافیایی و بیگ دیتا و معلومات جدیدی که پدید آمده استفاده شود. باز اشاره میکنه که ما باید بریم به ایجاد سیستم‌های معلوماتی معاصر که هم در روند حکومتداری کمک بکنه و هم در ارائه معلومات دقیق به سطح ملی و بین المللی کمک بکنه. اونا اشاره میکنن که ارائه معلومات معتبر به موقع، مورد اعتماد و با کیفیت بلند یکی از نیازمندی‌های بسیار مبرم بشر فعلا محسوب میشه و به خاطر رسیدن به می هدف باید سیستم احصایوی کشورها و ادارات احصایوی طور تنظیم شود که پاسخگو به می نیازمندی‌ها باشد. به این معنا که باید ادارات احصایوی ادارات اجایل، یعنی باید انعطاف پذیر، در سریع العمل، سریع الحرکت باشه، مدرن باشه و از تکنولوژی باید استفاده بکنه. اینا اضافه میکنن که رهبری اکوسیستم
معلومات در کشورها باید ادارات ایسایه به عهده داشته باشند و تاکیدشان به این است که ادارات ایسایوی به شکل مستقلانه و مسلکی عمل کنند و با در نظر داشته اصول رسمی ایسایوی که از جانب ملل متحد به تمام دنیا معرفی شده استفاده بکنند و ایسایه را مطابق از او آماده و برای استفاده امرای استفاده کننده شریک بکنند. خبر خوش است که مواردی که در مورد ایسایه گفته شده از جانب رئیس بخش ایسایی ملل متحد و منشیش موارد است که ما اصلاحات اداره را مطابق از او آماده کردیم. طبق هدایات راهنمودی جلالت مآب محترم رئیس جمهور و هدایات راهنمودی جلالت مآب معاون صاحب دوم که در رأس کمیته ملی ایسای افغانستان قرار داره، ما اصلاحات بنیادی را در اداره آوردیم. خوشبختی است به مواردی که اشاره کرده برای فعلا ما ساختار تشکیلاتی ما و اهداف ما مطابق از او آماده شده. یعنی ما ریفورمی را که در اداره تطبیق کردیم خوشبختانه مطابقت داره با دیدگاه جهانی که فعلا برای ایسایه وجود داره. ما قبلا اداره ایسایه مشخصا تاکیدش روی ایسایه بود. امروز که ما با شما صحبت میکنیم اداره ملی ایسایه 4 بخش مهم داره که همه از این بخشا متمم و مکمل بخش ایسایه است. ما امروز بر علاوه بخش ایسایوی ما که اساس و تهداب اداره ما را تشکیل میده، ما بخش انسجام و معاونیت معلومات جغرافیایی را داریم. تعداد زیادی از سروی های ما با استفاده از معلومات جغرافیایی انجام میشه. همزمان با این بر علاوه که ما سروی های مستقلانه با استفاده از معلومات جغرافیایی که یک پدیده جدید است استفاده میکنیم، سروی های دیگه که ما در بخش های دیگه داریم هم ما از معلومات جغرافیایی به خاطر تطبیقش استفاده میکنیم. ما بخش ثبت احوال نفوس داریم، یک بخش که ما را کمک میکنه که یک قسمت عظیم از معلومات ما که ناتکمیل بود تکمیل شود. ما با استفاده از سیستم تذکره الکترونیکی انشالله در آینده نزدیک قادر خواهد بودیم که معلومات دقیق نفوس و تفکیک ولایت، ولسوالی و معلومات مرتبط دیگه از نظر درجه تحصیل که ما با استفاده از سیستم تذکره الکترونیکی جمع آوری میکنیم در اختیار تصمیم گیرندگان حکومت و رهبری حکومت قرار بدیم که کار به جدیت روی تطبیق پروسه و توزیع تذکره الکترونیکی ادامه داره که انشالله به زودی ما شاهد توزیع تعداد زیاد از تذکره الکترونیکی برای هموطنان ما خواهد بودیم. بخش دیگه ما بخش سیستم سازی است. بدون داشتن سیستم های معلوماتی ما به معلومات دقیق و به موقع رسیده نمیتونیم. ما بخش مهم ما که تمرکز داریم و فعلا فعالیت میکنه روی چند سیستم کلیدی حکومت کار جریان داره که انشالله با تکمیل از او از یک جانب از نظر هزینه صرفه‌جویی خواهد شد، از جانب دیگر معلومات دقیق برای ادارات دولتی، برای رهبری حکومت و به سایر استفاده کننده ارقام در اختیارشان قرار خواهد گرفت. حرفای ما اگه به شکل فشرده بگویم به این معناست که اداره ملی ایسایه و معلومات به شکل اصلاح گردیده که مطابق نیازمندی عصر حاضر است. انشالله با راهنمایی جلالت مآب معاون صاحب و سایر همکارا کوشش میکنیم که این روند به پیش ببریم و تغییرات دیگی که چون تکنولوژی در تغییر است ضرورت است با موقعش
در سیستم وارد بکنیم. ما برای اولین بار با استفاده از تکنولوژی سروی خود انجام میتیم. در کشورهای همسایه هنوز هم در سروی خود مکمل از تکنولوژی استفاده نمیکنن. خوبی یا خبر خوشی که ما در سروی خود داریم، تمام سیستمایی که ما به خاطر سروی انکشاف میتیم همش توسط خود اداره و افراد متخصص اداره انکشاف داده میشه، نه خریداری از بیرون. ما گپای خودم میخوایم که به میجه خاتمه بتم. از همه همکارایی که در مجلس تشریف آوردن، با ویژه از جلالت معاون صاحب با مصروفیت های زیادی که داشتن به مجلس تشریف آوردن، تشکری میگم و آمدنشان به مجلس و از همکارا را خوش آمدید و خیر مقدم میگم. تشکر.